27 دکابر سال 1971 تئاتر دولتی جوانان اولین مرتبه با نمایشنامه واسا ژلیزنووای اثر ماکسیم گورکی پرده خود را برای تماشابینان باز کرد. در آن زمانها یک گروه هنرمندان تاجیکی بعد ختم دانشگاه شهر مسکو به تاجیکستان آمده بودند. میان آنها ارباب شایسته تاجیکستان قربان حمیدوف نیز بود. مهارت والای این جوانان بود که با یک نیروی تازه نمایشنامه ها را روی صحنه می آوردند که دل بیننده را به زندگی گرم می ساخت. چون سخن از قربان حامید گفتنی شویم، در مردم روس یک چیز است، یک مسئله است که میگن دل ماستر боится میگن، یعنی که همین کار از استاد میترسد، از استاد میترسد. همین قربان حامید روانش شد بود، یک خصلت عجیب داشت، یک داد خدادادی داشت، یک وزن تمکینی مادرزادی داشت و هر نقش رو که میگرفت ما حیران میشدم از کجا اینقدر یک باره اون همون تخیل خدادادی. همین 2 روز نگذشته علاقه صحنه می برآمد، گمان میکردی که اون نقش علاقه و قریب یک 2 سال یا 3 سال پیشتر بازی کرده باشد. میدونید درباره قربان حمیدوف بسیار گپ زدن ممکن است، لیکن اگر به شکل کوتاه گویم، در حقیقت مهارت بی‌نظیر داشتند، در حقیقت هم انسان بی‌نظیر بودند، هم ترجمه میکردن، هم پیس مینویسن، هم بازی میکردن، هم کوشش میکردن که همه با یاردم رسانند. وای آدمی که بی‌هنر است مجبور میکرد که وای نفس کشد، زندگی کند، خودش را در همون نقش ببیند و کم آدم های پارتنرایی هستند که با پارتنر خود، نزدیکان خود در صحنه یاری کنند. ولی قربان حمیدوف این ناتکرار بودند، به نهایت هنرمندی برجسته با استعداد بودند. رنگی اگر محبت نشود، همین محمد جان قاسموف برین، همین ابرار هدایتوف ازبکستان برین، همین درونش پر بود، قوت بود. میگم که هنرمند تئاتروی صحنه پر میکرد. خدا کند که هر یک هنرمند رو نصیب همین چیز باشد، یعنی با شریکی که بازی میکنی فقط راحت کنی، نه اینکه اوه خدا تیسر من از این خلاص کنه گویی. یعنی که یک قدر با راحت بازی کنی، یک قدر با راحت فرض کردیم بازی که از بازی تو فرض کردیم تماشابینم راحت کنه. تو بلند داد زده مرا به یاری جیغ میزدی، چنان بلند فریاد زدی که من حتی آوازت را از خانه خوابم شنیدم. وقتی آخر تو تماما تغییر یافته ایرین. با تو چی واقع روی میدید؟ گپ زن. شاید من به تو یاری داده توانم، اما تنهایی چی چیز تو رو اذیت میدید عزیزم؟ تشویش نکش عزیزم، من کمی خسته شدم. با من چنین می‌نماید که تو وقتهای آخر میخوای با من در خصوص چیزی صحبت کنی، اما جرأت نمی‌کنی. گپ زن، گوش میکنم ایرینا. پس تو به من چیزی گفتن نمیخوایی؟ تو چی ها میبافی؟ از آنی که من خوابی پر اضطراب دیدم حتما باید سیری داشته باشم. شاید گمان کنی که خواب من از سرهای عاشقانه خوب است.
اینطور باشد. آرامکک خواب کن عزیزم ایرینا. من به تو خلل نمیرسانم. ما همیشه در تمام نمایشنامه ها یک جا بودیم. امروز قربان جان حمیدوف برای من نمیرسد، برای صحنه نمیرسد، برای مردم تاجیکستان همین خیلی هنرمند نمیرسد. صد افسوس میخورم. با قربانی حامد من چندین نقش ها بازیدم. از دوره استودنتی ما پیری پرزحمت نمایش بود، نمایشنامه رحمانوف انا با نام پیری پرزحمت. اونجا باید پالیجایف بازی میکرد. نقشی خیلی با قوت هم بود و خیلی زیبا بازی میکرد و من اونجا یک رول بسیار خردکه که داشتم، ماتروس کوپریانوف، و با هر دویم آمده با صحبت میکردیم و اون خیلی دوست میداشت وقت با آدمای عادی، یعنی اون خودش پروفسور چیز، یعنی که با مردم عادی صحبت کردن و خیلی اینقدر جور شده بود این نقش من و قربانی حامد که هر دویم انتظار میشدم که همون نمایش میمونه که ما بازی کنیم همین چیزا. و یک راحت بود با قربانی حامد نقش آفریدن. هنرمندی ناتکراری با استعدادی تا امروز در دل و دیده مردم خودش، مخلصان خودش جای شده است. برای من شخصا همچون هنرمند یک معما بود. اینقدر اکتور با مهارت، با استعداد، اینقدر اکتور پرقوت، ولی با فیلم های کینستودی تاجیک فیلم راه نیافت. در یکون فیلم بند نبود. این فیلم های بسیار رو هم ژانر مسحکه، هم ژانر برای مثال دراما بود، چیز بود. یکون رژیسور دعوت نمیکرد. بعد من یک وقت با استاد طاهر صابرов در خانه‌اش نشستیم بود. همین فیلم اشک و شمشیر ما تیاری میدیدیم. بعد وای بود. هنرمندای ما باید جا به جا میموندیم. با مصلحت خیلی مصلحت میپرسید، نقشه جا به جا میگذاشتیم. بعد من از طاهرکه گفتم که طاهرکه چرا میخیل است؟ هنرمند است، پرقوت است، با استعداد است. قربان حامیدوف یگان رژیسور رو دعوت نمیکند. بعد گفت من میدانم. گفت من میدانم. من گفت اکتور خوب میدانم. اثرهای تئاتری شما تماشا کردم، اسپکتاکل شما تماشا کردم. گفت که این خیلی اکتورها بسیارند. گفت اون اکتورها فقط برای تئاتر گفت بسیار موفقند، برای صحنه موفقند، برای کینو در کامera گفت همون احساس زیادی آنها گفت کامera نمیپسندد. گفت برای همین بعد گفتم نخود خیلی نقشه هستن که اونقدر احساساتش داده نمیشد. خیلی نقشه هستن که نقشه برای مثال خورد یا میانه. بعد دید که بعد گفت غمش خورده است. ما خیلی هنرمند باید در همه جا بند باشد، هم در کینو، هم در تلویزیون، هم در تئاتر. سردار زندانبان در همین فیلم اشک و شمشیر زندانبان در همونجا بناور گرفتیم. زندان حقانی شهر بخارا، همونجا سردار زندانبان بود، همونجا بند کردیم. ایمنیه راست میگم. مردک استانیسلاوسکی میگفت که
ролҳои яъне нақшҳои хурд нестанд, нақшҳои хурд нестанд, вале ҳунармандони хурд ҳастанд. новобаста аз ӯ ки кадом нақша мегирӣ, кадом нақша бозӣ мекунӣ, бояд ки бевосита инқадар бо як эҳтиром, бо инқадар як пайвастагии зиёд бояд он чизро дастгирӣ кунӣ, машқ кунӣ ва хеле хуб рояд. ва ҳамон нақши хурд кам ки бошад, ту дар фарз кардем ҳамон ёди тамошобин то чанд муддат мемонӣ. барои як инсони соҳибдилу соҳибхират бахти бузург ин эҳтироми халқ аст. қурбон ҳомидов аз оғози фаъолият то охири умр маҳз дар саҳнаи анамин театр фаъолият кардааст. маҳз ҳамин ҳунараш буд ки дар дили мухлисонаш маъво гирифт. мегӯянд ки ҳунар аст ки номи инсонро дар қалбҳо ҷойдон нигоҳ медорад.